سلام به همه دوستای گلم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه بازی جدید. اسم بازی کوکونه. یه ذره اسمش ناجوره ولی بازی پازل ادونچره. و همونطور که میبینید با یه حشره طور طرفیم، با یه ربات حشره. صدای اینو یه خورده کمش کنم. خب با یه حشره طور طرفیم، یه رباتیه و بازی دوربین ایزومتریک داره همونجور که میبینید و کل بازی هم ادونچر هم پازل محور. بریم ببینیم بازی چجوریه. گرافیک جالبی داره. یه پازل اون پایینه. بازی یه جورایی داره، یعنی من چیزی که دیدم توی دنیای موازی انگار اتفاقا دنیاهای موازی اتفاق میافته. یه سری جهانهایی هست و هر کدوم از این جهانها پازلای مخصوص خودشو داره. اوکی. خیلی خوب کار شده روش. این برای چیه؟ این برای چی نداره؟ بریم اون ببینیم چه خبره. اونا چی هم دارن پرواز میکنن؟ پرنده هم داشت. نگرش داریم. خب یه مکانیزم اینجا داریم. درم فعلا باز نمیشه. این ورم که چیزی نیست. یه راه سمت چپ. اون چیه؟ این اومد بالا. راهمونو بست. خب هم شد. از این جهان اومدیم بیرون. اینجا در این چیه؟ من صدای بازی یه خورده کم کنم. احساس میکنم صدای بازی خیلی زیاده. خب چیکار کنم؟ این برمیداره اینو. چیه؟ بست است. اینجا انگار یه جهان مکانیکیه که اون دنیای در واقع صحراتوری که داشتیم رو چیه؟ تو دستش گرفته. الان جهانه تو دست ماست.
یعنی با این گویی ها که جهان های مختلفن میتونیم کارهای مختلفی هم انجام بدیم. پازل های جذابی داره. این ور چی داریم؟ هیچ. خب چرا میذارید اینا رو؟ وقت آدم رو میگیریم. این چیه؟ آها اینا در رو باز میکنه. اوکی. این چیه؟ خب جهت اینا رو تغییر میده. این چی؟ جهت اینا تغییر میده. اینا جهت اینا باید تغییر بده دیگه. خب نمیدازیم تو این. میاد خب میاد هم شد. یه دونه هم اینجاست. الان از اون مرات بگیرمش. نه این ور باز میشه. بایست. اوکی. این چیه؟ اون یکی هم باید جلوی رو باز کنه. درست. یک کوچولو این بازی رو دیدم خیلی خوشگل بود. مکانیزماشو یاد گرفتم ولی خب با هم بریم ببینیم تا کجا میره چی میشه. اینو میاره میذاره اینجا. این دنیای باز میشه باید میتونیم بریم توش. توی این دنیا رفتیم. فکر کنم الان نباید میرفتیم. آره باید اون در رو یه جور باز کنیم. برگردیم. اینو بده من. اینجا نه بذار اینا هم باز دوباره اومد بالا. پازل اینجا یه 5 تا گزینه است. 2 5 3 4 6. خب اولیش 1 2 3 4 4 2 5 6 3 4 2 5 6 3 4 2 5 6 و 3. آره چند تا از این پازل‌ها تو بازی داریم فکر کنم. این یه همراه بهمون میده. یه مکانیزم جدید بهمون میده که یه سری از در رو باز میکنه فکر کنم. بریم. اینو چیزی باز این در رو باز نمیکنه. این راه رو باز میکنه. درست. خب برمیگردیم. حالا میتونیم اون راه هم فکر کنم باز کنیم. ببینم. اینو باز کن عزیزم. خب اینم باز میکنی؟ چرا باز نمیکنی؟ این میره تو این. اینجوری در باز میکنه. برو دیگه. پل صراط داری باز میکنی واسه همون. پشمام. خب یه 2 تا راه داریم. اول این بره بریم. هیچی نیست. بیا تو بیا. طاقت ندارم. خب این چیه؟
چیه؟ آها خب آها میاد راهو باز میکنه. آره این میریم اینجا بذاریم. خب اینجا باشه عزیزم. درست. این چیه؟ اینجا یک شت. این اونجا یه کاری میکرد انگار. بایستا یه چیزی بود. نمیدونم شاید قبلا سیف، البته من یه خوردش رو رفتم، شاید چون این گزینه چیز رو گرفتم دیگه واسه من نمیاد. و چیه اینا همه داره میرم باید؟ این قوله است. چی؟ برگام آروم باش ایوان. آرام. گرفت منو. کثافت. بازی یه جورایی مرگ نداره، تو رو فقط پرت میکنه. جوری پرت میکنه به عقب. چه موجودی ها؟ زنبور پروانه است چیه؟ خب مردی؟ نمردی. نه میمیره یا چی؟ ای بابا فازش عوض میشه. فازش 3 تا شد. یک دوباره برگشت اول بکنم. 1 2 آره برگشت عقب. 1 خب یه ضربه که میزنیم 1 2 تا میشه، 3 تا میشه. 1 الان یه دونه زدی آقا معلوم نیست. خب او کلن تغییر فاز داد. آروم بگی دیگه.
یه چیز ازش زد بیرون. اوه مردیم. نه قدرتی شد. قدرتش افزایش پیدا کرد این بار. با این قدرت جدیده میتونیم بریم اینجا رو هم بچرخیم. اونور راه چی بود پس؟ برمیگرده. میروز اینجا تو بیا این ور ورش دار. اون ور چی داره؟ آها دوباره باید برگردیم مثل اینکه. خیلی خوب. اون چی بود؟ چرا آخه درسته را میذاری آدم گیج میشه؟ خب بدون اینجاست. این چیه؟ اوکی چی نیست. خب الان چیکار کنی؟ آها خیلی بله. یه راه هم بالا داشته انگار. چرا راه میذاری وقتی مسدوده؟ چه آدم دیوانه ای افتادیم. یه دونه دیگه از اینا. اونو باید بردارم. چیه؟ اینا رو باید بذاریم روی این وایسم فکر کنم. خب کجا میری؟ این یواش یواش برمیگرد عقب. ما اینو میریم اینجا. دوتاه بیا اینجا. جهان بعدی چی شد؟ چقدر زشتی تو. حاجی این چه این شکلی شد؟ رفت تو این دنیاه. بریم تو این دوش. نه اینجا نمیتونیم بریم توش. وایس
بذار برگردیم تو این چیزه. خب این بیاد اینجا، من باید بیاریمش. اینو بذاریم اینجا. دوتا از اینا میخواد تا این جهانه باز شه. این در واقع این دستگاهه باز شه. گوی ما رو نمیدی عزیزم. میده. خب بریم تو این دنیا ببینیم اینجا چه خبره. چه سرسبز. خیلی بازی خوشگلیه. رفت تو آب. ایده جذابی داره. باید اون نارنجی رو بیاریم. میشه نارنجی رو بیاریم؟ بذار برم ببینم میشه بیاریمش. عزیزم پیلازه بیا. آره میشه بیاریمش. ببین میگم جهان موازی الان دنیا رو برده توی دنیای دیگه. اینا چی هم؟ اینو بده من. خب اینجا یه دونه از این ستونایی که قفله داریم. بیا بیرون. باید چیکار کنیم الان؟ نمیدونم واقعا چیکار کنیم. این که برمیگردیم اصلا هیچ. بذار اینو جابجا کنیم بریم تو این دنیا ببینیم کاری میشه کرد. آره اینجا نرفتیم. خب راهنمای این کجاست؟ از چپ به راست اگه بخوایم بریم 4 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 5 3 6 2 4 5 3 6 2 میشه 4 5 3 6 نم 2. اوکی. این راه باز کن عزیزم. بیا همرام بیا. بیا تو بیا طاقت ندارم. خب اینو برمیداریم. این بر چیه؟ این چیه؟ خب فعلا نمیدونیم اون چیه. بذار ببینیم اینجا چه خبره. این باید جابجا کنیم مثل این که. آره بریم تو این دنیاه با این راه باز کن. راه باز کن. مرسی عزیزم. بیا بریم. بیا بریم. اینجا کجا میرسه؟ این دومین اچومنتی بود که این چیه؟
بریم. این اینجا گیر میفته. وایس این چیه؟ خب میره جلو. بذار بریم اونو بگیریم. خب الان بریم جلو. این باز اینو میگیره. اونو بر میداریم. این بیاد عقب. چقدر میاد عقب؟ رد میکنه. بیا بریم. خیلی خوب. نه این میاد. خب چیکار کنیم اینجا رو؟ اینو میذاریم اینجا. خودمون میایم اول. بیا بیرون. برو تو. رد کرد. آره برمیداریم میریم. نورش این وره فکر کنم میخواد بره این تو. یعنی شاید دیگه در دیگه هم وجود نداره. چه باز نمی کنی داره. چیه؟ این بری میشه. اینجا میه بالا. اینو میذاریم اینجا. این در باز میشه. خب نورش میداریم از این برمیدیم. این چیه؟ میذاریم اینجا. خودش میاد اینجا ورش میداریم. درست. بگیر بریم. بگیر بریم. خب اینجا چیکار کنیم؟ اینو با این میریم پایین. میذاریم اینجا. میریم تو. میریم بیرون. برمیداریم. یه چپ داریم یه راست. اول چپ رو بریم ببینیم چی میخوره اینجا. خب خیلی جا میخوره. اینجا که یه دونه از این چیزای ستونای قفل شده است. بالا که راه نداره. میریم بازم چپ. یه دونه. پایین بسته است. بالا اونورم بسته است. این ور راه داره جلو راه نداشت؟ نه. خب این ور یه راه داره. میریم اول این ور. این پله که بسته است. بالا چیه؟ اونجا یه راهی هست که حالا فعلا باشه. ببینیم این پایین ها باید چی بود. چی نبود. مخکارگیری بود. خب بریم بالا. اینجا این که همون سک و پرش هست. خیلی خوب. یه راست داریم. اومدیم پشت این ستونا. خب یه دونه مستقیم راه داشت دیگه. این چیه؟ جیرونو برداریم. راه رفت. بسته شد. برگام این چیه؟ این قوله است.
خب بیارزم اوه چه سری شدی. خب اینجوری بس ضربه میزنیم بهش. تموم شد. اوه نه یه فاز دیگه میخواد. چه تبدیل نشد. حتما با توش قرمز باشه. اینه عزیزم اینه قرمزش کن. تیراش وای هم شد. این چیه؟ فازش عوض شد. اوه داره منو میکشه سمت خودش. اشتباه اومدم این ور. آره باش نمی اومدم برو این ور. بایست اینجا بیا این گوشه بالا. خیلی خطرناکی بچه جان. خب بیا اینجا میتونم برش دارم. آره کجا رفتی؟ این چیه؟ اوه بسته دیگه آجی. بکنم تمومه. آره دنیا نارنجی اون تو موند. قدرتی اینو باز کردیم. چیه؟ آسانسور شد. چجوری بریم بالا؟ اوکی نه اونجا چیه؟ چجوری بریم اون بر؟ میخوام برم اون بر. بله اتاق کنفرانسشون باشه. خیلی برگردیم به اینجا. میریم بالا. میذاریم اینجا.
اینو برداریم بریم پایین. خب این میذاریم اینجا، اینجا، اینجا. جورا نمیدونم کجا باید برم. آه خب آها نه اشتباه. اول باید میومدیم اینجا. خب پایین بالا دکمه رو بزن در باز شد. خب بعد بیایم اینجا حالتش رو عوض کنیم. حالا این دفعه برعکس. درست. این پازلاش این شکلیه. پازلای خیلی گوگلی و سبک و راحتی داره. بازی خیلی بازی چیلیه. موسیقیش چیل، سبک بازی چیل. این الان نارنجیه توشه. میتونیم بریم؟ نه نارنجیه رو باید دستمون بگیریم. این چیه؟ هیچ. بریم این تو ببینیم چی میشه. خب نارنجیه رو بده به ما. این ور رو اگه بریم چی میشه؟ چی بود؟ برمیگرده. هیچ. باید بریم بیرون تو اون فضایه. خب این ور یه راه داشتیم. ببینیم این به کجا میره. اینجا این ور باید با سبز بریم. خب سب کن پس ما این دوتا رو جا به جا میکنیم. میریم تو این نارنجیه. اینا میکنه یه جا بذاریم. آره این میشه اینجا بذاریم. اوکی نارنجیه رو بگیریم. بله دوباره بریم تو این سبزه رو برداریم. بیا جانم بیا بیا تو بیا. خب این بالا بذار این نارنجیه رو هم بیاریم چون ممکنه نیازمون باشه دیگه بر نگردیم اینجا رو اصلا. همراهمون باشه بهتره. خب این اینجا. خب نارنجیه رو لازم بریم پس سبزه رو میاریم. جاش رو با این عوض کنیم. آها یه دونه از این پازلای دیگه داریم. کمکش باید همینجا باشه. بگردیم کمکش رو پیدا کنیم. خب ببینم. کمک اینجاست. 4 3 2 43
265 43 265 43 265. خب بیا پایین از زمان بالا چیکار میکنی؟ این راه رو باز کنیم. اینجا اون سبزرم بیاریم. این هم شاید باز بر نگریم. اصلا دیگه اینجا کاری هم نداریم چون پازلش رو حل میکنیم دیگه، میری جلوتر. ببینیم این چی داره. این 2 تا میخواد. این هم باید بذاریم. جهان سبزه رو بذاریم، این قرمزه رو برداریم بریم توی سبزه. اینجا ما یه در بسته داشتیم. در که نه، از این ستوناست. این بازش میکنه. خب بالا هیچی نیست. پایین سمت راست که بر میگرده ولی بازم داره راست نشون میده، میگه بریم سمت راست. من ولی باز میخوام چپ و یه دید بزنم که بسته است. هیچ رفتیم کاراش رسیدیم دیگه، بست سمت چپ. بریم راست. بریم راست. این چیه؟ چرا الگو داره؟ اوکی ای بابا چه بدبختی گیر کردی. خب این چیه؟ آها این میذاره روش میره جلو. خب حالا من چی کار کنیم اینو؟ چاره ای نداشتم. میتونم اینو بندازم اونجا. خب اگه اونو آزاد کنم باز این اینجا گیر میفته. بایست ببینم این چی میشه. خب الان اینو آزاد کنم. خب چیکار کنم؟ این میاد اینجا، این میره. برو. خب گوی ما اونجا موند که. بذار این آزاد کنیم اول، بعد میریم گویه رو برمیداریم. خب نه الان باید برداریم گویه رو. گویه لازم داریم. این چیه؟ برگشتیم اینجا. خب میتونیم حالا این ور گویه رو برداریم. مثلا اینجا هم میتونیم بریم دیگه. درسته؟ بله اوکی شد. خب این ور فکر میکنم راه اصلی باشه. آره اون ور راه اصلی بود.
اون چی پس ما هیچ. این مثلثی ها نفهمیدم چیه. مثلث که نیست، لوزیه. لوزی ها یه چیزی هست. خب یه دونه از این ظاهر کننده ها اینجا داره. این چیه؟ چرا این اینجاست؟ اه، اه. خب وایس. برو 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 برو. دنیای بنفش، رنگ بنفش. خب رسیدیم به دنیای بنفش. بذار ببینیم این دنیای بنفش چی داره برامون. این چیه؟ سه تاست چرا؟ خب بذار این بنفشه رو هم برداریم بیاریم. نمیره توش. این هم حرکت نمیکنه. خب ما بذار این دوتا رو جابجا کنیم. با این میتونیم بریم تو دنیا بنفشه. آره چه دنیای تو در تویی شد. خب خیلی خوب وایسا اصلا نمیدونم کجا هستیم الان. این بذاریم تو این ببینیم چیه. میره پایین، از این راه میاد تو بالا، میاد اینجا، میره این تو. خب بره اون تو چی میشه؟ او خب اینجا بذار میسیزی اینجا بس بویو بیاریم. خیلی دور شدیم ازش. میشه اینجا گذاشت؟ نه. پس این چیه؟ یه دونه دیگه اینا داره اینجا. بزنیم پیش بریم چی میشه. میره بالا، میره اونجا، از اون در میاد. خیلی اوه این چیه؟ میره تو این، از اون ور در میاد. اوه بعد با این میرفتی.
پیچ در پیچ شد. یه دونه راه هم اون سمت چپ داشت. نشین برمیگرد. دوتا میخواد، هر دوتا رو باید بیاریم. بایس. یکی هم دوتا. خیلی بازی داره حال میده. این پازل رو حل کنیم، این پارت رو میبندیم. از این پازل رو ببینم چجوریه. کجا میری؟ کجا میری؟ من دوستم کنده شما رو بردم. میخوام برن اینجا بچسبن. نچسبید که. آقا کجا میری؟ نمیتونم برم اونور. اون یکی چی شد؟ ترسیدم بیشور برم. داستانی داریم. میشه باید روش بمونم. من روش بمونم چجوری برم اون بالا؟ این چیه؟ اوکی. خب اونجا که نمیتونیم بریم، نمیتونیم از اینجا بریم. با میاد میرون تو. بده من. چی میشه؟ نه وایس عزیزم. این چیه؟ یه برو اونور. بیا که من به کمکت نیاز دارم. بیا این پایین. بیا اینجا. یه ذره جلو. من اینجا بایستا. این اچیومنت حالا چی کار میکنه نمیدونم. ربطی به داستان بازی داره یا چی؟ خب بیا اینجا عزیزم. بیا. نه تو بیا. بیا اینجا. اینو بده من. همینجا وایسا.
این همه بدبختی کشیدیم که این دره باز شه. بیا او باید تو این حلقه بمونم وگرنه بیا اینجا. بده من خودش میره این. خودش بچه فهمیده ایه. نمیره باید بده. اونیکی رو چجوری باز کنیم؟ اونیکی از این بر بس اول باید نارنجیه رو میگرفتیم. کجا میره؟ آبیه رو لازم داریم. فکر کنم اشتباه کردم اونو فرستادم اونور. نه ببینم میتونم آبیه رو بگیرم. آره خب بریم بالا بیایم پایین. نایس. بیایم بالا. خب این اگه بیام پایین اون میاد سمت من میدم بالا. بیام پایین ما هم میایم بالا. درست شد. جالب بود. بیا اینجا عزیزم. بیا آفرین. بیا اینجا یه چیز کن. با هم دیگه باید بریم بکنم. بیا قربونت دارم. بیا برو تو این. فکر کنم من این باید جا به جا کنیم. او خیلی خوب. جهان عجیب غریبیه. دسته کار نمیکنه خودش داره میره. این قشنگ تک چشم معلومه. چشمه کاملا. ما این پارت رو همینجا میبندیم. دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردید تا این آخرش. اگه از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید کانال رو. اون پایین بغل سابسکرایب دکمه زنگوله رو بزنید، بذارید رو آل یا همه. و دمتون گرم. مرسی که بودین تا اینجای کار کنارم. دوستتون دارم. بوس بهتون. فعلا.